پنل دستگاه متفاوت میتونه باشه از 6442 6332 و 6445 متغیر هست. حالا نسبت به عملکردی که پنل ها دارن یک سری چیزها داخلشون مشترکه. برای مثال قسمت پایین سمت راست ما جهت های حرکتی رو داریم. جهت بالا برای بالا رفتن محور هست، جهت پایین برای پایین اومدن محور هست، جهت سمت راست برای سمت راست محور هست و جهت سمت چپ برای قسمت سمت چپ دستگاه استفاده میشه. یک سری گزینه این قسمت هست که شما ازش میتونین استفاده بکنین که از ابتدا گزینه استارت و پوزه که شما میتونین به وسیله این گزینه طرحی که ارسال شده از نرم افزار بر روی مادربرد رو هم استارت بکنین و همزمان میتونین وقتی که داره کار انجام میده پوزش هم بکنین، یعنی اینکه بایسته طرحتون. گزینه بعدی گزینه استاپ هست که تو هر مرحله از کار این استاپ رو بزنید باعث میشه که کل طرح قطع بشه و برگرده سر نقطه صفرش. ریسیت باعث میشه که دستگاه به نقطه صفر میز بره و برگرده به نقطه صفر اورجینی که شما انجام دادین. گزینه بعدی گزینه پالسه که شما میتونین توی لحظه پالس رو تست بکنین، قدرت رو تست بکنین و فاصله کانونیتون رو تعیین کنین و همینطور میتونین پالس رو نگه دارین و به وسیله جهت ها یک خط صاف بندازین. گزینه بعدی فوکوسه که برای مادربرد های 6332 M استفاده میشه عموما و برای هدای اتو فوکوسه که روی دستگاه غیر فلزات این کاربردی نداره. گزینه بعدی اورجین و فریم هست. اورجین نقطه صفر هر کاری رو میتونین بهش بدین و گزینه فریم دور محیط رو بهتون نشون میده. گزینه منو وارد منو میشه، منوی دستگاه رو بهتون میده که شما از این منو میتونین هم بحث اتصالات رو کنترل کنین، هم بحث آی پی ها و فانکشن هایی که روی مادربرد هست رو تنظیم بکنین. گزینه بعدی گزینه فایل هست که میتونین فایل هایی که داخل دستگاه هست رو وارد تنظیمات بکنین و استارت بکنین. و گزینه بعدی گزینه پاور و اسپید هست که شما به وسیله این پاور و اسپید اگر در زمان کار باشد امکان این هست که شما بتونین سرعت رو پایین بالا بکنین و همینطور قدرت رو. و گزینه اسکیپ و اینتر هست که شما میتونین کاری رو که انجام دادین میخواین تایید بزنین از اینتر استفاده کنین و اینکه میخواین از منو خارج بشین از حالت اسکیپ استفاده بکنین.